این جمله که فرمودید دوباره میشه بفرمایید، همین که 11 تیکه بود و اینها. بابا 11 شب سخنرانی 1 ساعت و نیمه است تو سایت شبکه امام حسین موجوده. خب اول برن ببینن گوش کنن، اگر واقعا مدافع رهبریان و ذوب در ولایتن و عاشق آقان، نیان یاور آقا و یک کسی که خودش معتقد ولایت فقیه بوده و هست و خواهد بود و بزنن. بعد این که فرمودید اشاره‌ای به عمر رو اصلا خطبه در مورد بابا خطبه که بخونم میفهمم. خطبه رضا مال سنیات و مسجد جامع مروه مورد خطابشون هم اهل سنته و یعنی که مثل عمر ابوبکر اینا نمیتونن جایگاه امام بشینن. امام نایب نداره، امام قائم مقام نداره، کی قائم مقامش بشه؟ عمر، ابیبکر، عثمان، معاویه، ملک عبدالله و الی ولایت فقیه که استمرار ولایت خود اهل بیت رسول الله است. چطور اینا ایدم از ولایت میزنن ولایت فقیه رو نمیفهمن؟ بابا امام زمان 4 تا نایب داشته، مگه میشه من طلبه باشم ممکنه نایب امام زمان باشه، نایب امام باشه، پس نوباب اربعه کیه؟ واقعا در این که میفرمایید واقعا در حد شما ظلم شده، یعنی واقعا دیگه دشمن و من نمیگذرم ازشون. از اینا که خودشون حزب اللهی میدونن و تهمت میزنن من نمیگذرم. به ناخون شکسته حضرت رقیه نمیگذرم، حوالهشون هم میکنم به حضرت رقیه. روز قیامت من اینا سید و شهدا، حرف دیگه هم ندارم. برای هر غلطی هم میخوام بکنم. یه سندم برای خودم داشته ولی به خدا قسم این اعتقاد به قیامت ندارم. والله اینا معاد قبول ندارم که اینقدر راحت حق بزنم. چون منم واقعا من خودم برای خودم جای تعجب بود و خجالت بکشی. یه دوست میزنی. پس اینکه آقا میگه بصیرت برای عمه من میگه بصیرت، خب برای من تو میگه بصیرت که چشتو باز کن، دوست دشمن بشناس، هر شایعه‌ای شنیدی هوا رو بکشی. خب یه سوال کنید از خودم. همه که اسم شما گیر نمیارن که آخه نمیارن. یعنی چون من صاحب دارم تو سایتشون اصلا میشناسن، اصلا بدبختی داریم. بعد من سال دارم سخنرانی نمی‌کنم. کجا اومدم لطفی به آقا زدم؟ کجا مطلق به نظام گفتم؟ چهار دفعه دوم هم باشه خجالت بکشید بابا. ناراحت میشه به خودم. البته من خیلی خوشحالم، دشمنم بدونه، من اینم نوشتم اینجا، من خیلی خوشحالم که جوانای ما رو آب حساسن. همینطورم باید باشه. باید اجازه به کسی ندیم نگاه چپ به مقام از رهبری کنه. من خودم چششو در میارم اگه، اما ببخشید نگاه کنید با کی حرف میزنید؟ با منی که رزمنده بودم، با منی که خودم